سلام خیلی خوش اومدین به پارت دوم How do I configure my project. امروز قرار دو تا از بهترین ابزارهای دنیای جاوا اسکریپت رو در اختیار بگیریم و یک قدم در ایجاد پروژه ایدئال پیش بریم. ESLint و پیرتیر. ESLint رو مثل یک برنامه‌نویس ارشد در نظر بگیریم که بالا سر پروژه هست، به کد اهمیت میده و مشکلات رو پیدا میکنه. در واقع ESLint سه تا کار رو قراره برای ما انجام بده. یک، error detection، خطاهای منطقی که در پروژه ما وجود دارند رو قبل از اجرای کد پیدا میکنه و هشدار میده. دو، استانداردسازی کد رو انجام میده، مجبور میکنه همه افرادی که روی پروژه کار میکنند از یک سری قوانین و استانداردهای پیروی کنند. و سه، خانه کد رو بالاتر میبره. طبیعتاً کدی که از یک سری استانداردها پیروی کنه خیلی خاناتر و اجایل تره. حالا بریم سراغ این که چطور ESLint رو در پروژه Next.js مون کانفیگ کنیم. خبر خوب این که Next.js یه پلاگین بیلدین داره به اسم ESLint پلاگین Next که از مشکلات رایج و باگ‌های مرسوم در اپلیکیشن های Next.js که وجود داره جلوگیری میکنه. این داک رسمی خود Next.js راجع به این پلاگین توضیح داده، لینکش رو توی دسکریپشن میذارم و اگه دوست داشتین حتما بهش مراجعه بکنین. اما بریم سراغ این که چطور ESLint رو روی پروژه Next.js مون کانفیگ کنیم. برای کانفیگ ESLint روی پروژه Next.js مون ما نیاز به سه تا دپندنسی داریم. یک، ESLint، دو، ESLint config next که همون پلاگین رسمی سایت Next.js و سه، ESLint RC که کار کانفیگ کردن ESLint روی پروژه رو انجام میده. خبر خوب دوم اینه که در هنگام ایجاد پروژه Next.js وقتی راجع به لینتر از ما پرسید و ما ESLint رو انتخاب کردیم، به صورت پیش‌فرض این سه تا دپندنسی رو برای ما نصب کرد و ما نیاز به هیچ دپندنسی اضافی برای نصب روی پروژه Next.js مون نداریم. اما حالا بریم سراغ رول های ESLint و یه مقدار با این رول ها کار کنیم و ببینیم رول هایی که ESLint میگن از چه قراره. رول های ESLint رو شما میتونید به سه دسته تقسیم کنید. یک، ارور ها، دو، وارنینگ ها و سه، یک سری رول ها رو آف کنید که به شما اون خطاها رو نده. به عنوان مثال اگر شما جایی از تایپ any استفاده کنید ESLint به شما خطا میده و شما میتونید این رول رو آف کنید که دیگه خطای تایپ any به شما نده. برای کانفیگ یک سری رولز شما میرید داخل فایل ESLint کانفیگتون و این بخش رو به کدتون اضافه میکنید. داخل کانفیگ ها یا آبجکت رولز میسازید و به عنوان مثال من دو تا رول رو اینجا تعریف کردم. رول اول برای زمانی که شما توی پروژهتون جایی اگر از کنسول لاگ استفاده کردید، موقع کامیت کردن حتما یادتون باشه اون کنسول لاگ ها رو پاک کنید و ESLint به شما هشدار میده و دیگه دعوای بین سینگل کوت و دابل کوت تمومه. شما موظف میکنید همه را از دابل کوت استفاده کنند و اگر کسی از دابل کوت استفاده نکرد بهش ارور بدید. اما حالا میریم سراغ پیریتیر. پیریتیر نقش کد فرمتر یا خوشکلاس کردن کد ما را انجام میده. دیگه دعوای بین تب و اسپیس تمومه. تمام کدها از یک سری استایل مشخص و استاندارد پیروی میکنن و ترکیب پیریتیر با ESLint به ما این امکان رو میده که خطاهای فرمت کد رو داخل ESLint نمایش بدیم. برای کانفیگ پیریتیر روی پروژه ما نیاز به سه تا دپندنسی داریم. اولیش پیریتیر، دومیش ESLint config پیریتیر که در واقع یک سری کانفلیکت ها و یک سری دعواهایی که بین ESLint و بین پیریتیر وجود داره رو رفع کرده. به عنوان مثال ESLint دیفالتش روی سینگل کوت ولی پیریتیر روی دابل کوت و این کانفلیکت ها داخل پلاگین ESLint config پیریتیر رفع شده و ESLint پلاگین پیریتیر که با ما این امکان رو میده خطاهای فرمت کد رو داخل ESLint نمایش بدیم. خب بریم که این سه تا دپندنسی رو روی پروژهمون نصب کنیم. ما این سه تا دپندنسی رو به عنوان دیو دپندنسی روی پروژهمون نصب میکنیم. خب بعد از ایجاد ما چند مرحله برای ترکیب ESLint و پیریتیر با هم دیگه داریم. استپ اول شناسوندن پیریتیر به ESLint.
برای این کار داخل اکستنس ها ما این بخش رو اضافه میکنیم، پلاگین پریتیر ریکامند و در قسمت کانفیگ در بخش اکستند نکست و پریتیر رو اضافه میکنیم. خب میبینید که الان داره من یه سری خطاهایی میده، خطاهای فرمته. تا اینجا ما ESLint رو به پروژهمون شناسوندیم، اما برای اینکه خطاها داخل لینت مشخص بشه شما لازمه که پریتیر رو در بخش رول ها توی حالت ارور قرار بدین. و حالا اگر من npm run lint رو ران کنم خطاهای فرمت کد به من نمایش داده میشه. منتظر میشیم تا جواب بده. خب ببینین که کلی خطا به من داد و این خطاها همه مربوط میشه به خطاهای فرمت کد. اما بیاین چند تا کانفیگ دیگه هم روی پروژه انجام بدیم. اولیش پریتیر RC. رول هایی که قراره پریتیر برای ما چک کنن رو داخل پریتیر RC میذاریم. بریم اینها رو با هم دیگه بررسی کنیم. تب ویت روی 4 میذاریم. تب ویت به این معنیه که ایندنت کدهای شما روی 4 اسپیس ست بشه. میتونین این رو روی 2 هم بذاریم. یوز تب این همون جاییه که دعوای بین تب و اسپیس تموم میشه. برای فاصله گذاری شما از اسپیس ها استفاده میکنیم و یوز تب رو فالس میکنیم. سمی رو حالت ترو میزنید، به این معنی که انتهای هر خط کدتون یه سیمیکالن بذاره. سینگل کوت رو فالس میذارید. اینجا همون جایی که دعوای بین سینگل کوت و دابل کوت تمومه و ما همه رو موظف میکنیم که از دابل کوت استفاده میکنن به جای سینگل کوت. تریلینگ کاما رو آل میذاریم، به این معنی که داخل آرایه ها، آبجکت ها و فانکشن ها روی رکورد آخرشون هم این کاما رو بذاره. براکت اسپیسینگ داخل آبجکت ها به جای اینکه این مدلی خیلی زشت به هم دیگه چسبونده نشون بده، یک فاصله اول آبجکت آخر آبجکت و بین این نقطه هم اضافه کنه. پرینت ویت عرض کد شما اگر بیشتر از 128 کاراکتر باشه اون رو رپ میکنه به خط بعدی. به صورت پیش‌فرض این روی 80 کاراکتر ست شده. و اند آف لاین رو روی اتو میذارین. داخل سیستم های مک او اس و لینوکس روی بک اسلش n، ولی داخل ویندوز روی بک اسلش r و بک اسلش n. اما پریتیر ایگنور هم لازمه که ما کانفیگ کنیم و بگیم داخل این دایرکتوری ها ما نیاز نیست که پریتیر رو چک کنیم. اما یه بخش جذاب دیگه ای رو هم اضافه میکنیم و اون هم اضافه کردن کانفیگ های روی VS کد که به صورت فرمت، به صورت اتومات کد ما رو فرمت کنه. برای این کار یه تیکه یادم رفت، این اسکریپت ها رو هم در بخش پکیج جیسونمون باید اضافه کنیم و موقعی که اینها رو اضافه میکنیم شما بعد از ران کردن npm run format تمامی کدهای شما میبینید که فرمت شدن. همه فایل های tsx من و js و فایل جیسون من رو فرمت کرد. خب اما حالا بریم سراغ فرمت آن سیو. برای فرمت آن سیو روی VS Code ما نیاز داریم که حتما پلاگین ESLint و پلاگین پریتیر رو روی VS Codeمون نصب داشته باشیم. برای این کار داخل VS Code فایل extension.json رو ایجاد میکنیم و این دوتا پلاگین رو اینجا میذاریم که هر کسی خواست روی پروژه ما کار کنه حتما این دوتا پلاگین رو روی VS Codeش نصب داشته باشه. و در قسمت بعدی setting.json تنظیمات VS کدمون رو بهش میگیم که فرمت آن سیوش تروه، دیفالت فرمتش رو داره از پریتیر میخونه، از کدوم کانفیگ ها، از فایل پریتیر RC که در روت دایرکتوری من وجود داره و در داخل فایل های جاوا اسکریپت ریاکت، تایپ اسکریپت ریاکت، CSS و جیسون کدهای من رو به صورت با فرمت پریتیر فرمت کنه. و حالا اگر من برگردم به ESLint میبینید که اینجا یه سری خطاهای لینتی من داده و بعد از زدن کنترل S کدهای من
فرمت میشه و خیلی زیبا و جذاب. همه کدها از یک سری استاندارد و استایل مشخص پیروی میکنن. خب میریم که این تغییرات رو با هم دیگه کامیت کنیم. git commit -m setup ESLint and prettier. خیلی ممنونم که با من همراه بودین. در جلسه بعد میریم سراغ بایوم و این لینتر و کد فرمتر جدید رو معرفی میکنیم و نحوه کانفیگ کردنش رو بهتون آموزش میدم. فعلا